در باغ دلم تازه گلی سر زد و گم شد. یه نقص داره کرکولا. هر نفر یک چالش داره که باید انجام بده و چالش ها رو در طول ویدیو بهتون میگم. ما میخوایم بدونیم که میتونیم چالش هامون رو به درستی انجام بدیم. هنوز ویدیو شروع نشده. در باغ دلم تازه گلی سر زد و گم شد. بازی ما اینجوریه که هر نفر یک چالشی داره که در طول ویدیو باید با توجه به نقصی که داره اون رو انجام بده. و تا وقتی که چالشش رو انجام نداده نقصی که داره برطرف نمیشه. و وقتی که چالشش رو تموم کرد میتونه به بقیه کمک کنه که چالش اون رو هم تمام بشه. اولین نفر LDRMXY که نقشش این بالا براتون میاد. باید بتونی برای اعضای گروه فولست آیروندی در بیاری و نمیتونی صحبت‌های هیچ کدوم رو بشنوی تا وقتی که چالشت رو تموم نکرده باشی. دومین نفر ولف نایته. چالشت خیلی آسونه. تنها کاری که باید بکنی یه خونه بسازی و تا وقتی که خونه تون نساختی نمیتونی هیچ کس رو ببینی. اینم که خودم هستم. چالش خودم اینه که باید بتونم یه خونه بسازم و یکی رو بیارم داخلش رو ترپش کنم. و چالش من به نظر خودم خیلی سخت. یعنی اگه نتونم، ترپ من اینطوریه که یه دکمه میزنم و زیرشون خالی میشه. اگه نتونم به موقع بزنم چی؟ اگه دستم بعد جایی بخوره چی؟ اگه نمیرن و بفهمن من ترپرم باید میکشنم. در حالی که من این فکر میکردم چطوری قراره بازیمو شروع کنم، همین الان شروع بازی رو اعلام کردم و 3 2 1 رو گفت. بازی از همین الان شروع میشه. 3 2 1 برین نقشاتون رو انجام بدید. از اونجایی که ولف نایت و LDRMXY نمیدونستن چه چیزی بگن، من صدای اونا رو برای شما بستم و از این به بعد فقط صدای خودم رو داریم. منطقیتا اول هر سروایوری باید چوب بزنم. پس اول چوب میزنم و کرافتی تیبل و وسایل اولیه‌مو میسازم. این از کرافتی تیبل و بریم که یکم سنگ بکنیم. یه دقیقه بذار بریم سنگ همون بکنیم. اوکی، حالا یه دقیقه بذار به الیارمون بگم یکم با هم دوست بشیم. اگه شد با هم خونه هم بسازیم که یکم اون با من اعتماد کنه و همونو طرف کنم اگه بشه. آخه من چه کارم؟ که نمیتونم من باش صحبت کنم چون من لالم. راستی اینم بهتون بگم که من فقط برای اونا لالم. یعنی میتونم با شما صحبت کنم و با اونا نمیتونم صحبت کنم. یه راست رفتم سراغ صاف کردن زمینی که برای خونم میخوام استفاده کنم و از اونجایی که میدونن چند ولفنای قرار خیلی کرم بریزه، من باید اینجا رو کلیم کنم که هیچکی نتونه بهش دسترسی داشته باشه و یه جایی رو بکنم. خب اینجا رو هم صاف کردیم، بریم یکم چوب بکنیم برای خونمون و وسیله‌هاشو باید از شاپ بخرم دیگه. خب دیگه به نظرم 20 تا برای ستوناش بسته دیگه. 4 تا میریم بالا. چون خونه زیاد خوبی هم نمیخوایم درست کنیم. 4 تا دیگه میریم بالا. این ستوناش یه دقیقه 1 2 3 4 و آخرین ستون. خیلی چوب کم میارم برای شاید بقیه چوبا رو برای از شاپ بخرم. الان از شاپ میخرم بقیه رو. خب اینا رو هم پلنک میکنیم و بذاریم برای دیوارای خونه. آقا وایسا ببینم ولف نایت اینجا چی کار میکنه. بعد تدی آقا اوکی من خونم رو تموم کردم و چالشم تموم، الان میتونم ببینم. ها بچه میگه چالش چقدر سریع تموم کردی چالشتو. آقا اگه راست میگی ببریم ببینیم خونه درست کردی یا نه. چالشش این بود که خونه شد درست. باید یه خونه درست کنه با این با چشم بسته. من میخوام ببینم خونه تو کجا ساختی. خب واسه ببینم کجا میری. بیا خونه تو ببینم. خونه منو خراب نکن. برو بیا تو ببینم.
بابا برو خراب نکن، ما دوست داریم میگی. بابا گفتم که این کر میریزه، برو من. برو من، این خراب نکن. چوبا من برد، بدشون. گفتم این کر میریزه. بذار من اینجا رو کلیم کنم. خب این که زیرش این بلاک هست، پس اینجا رو نه دستم خورد اونجا رو زدم. خب اینجا رو یکی میزنیم، میریم که دور خونمون چیز کنیم و یکیش اینجا میزنیم و تمام. اینم از این. حالا جرأت داری به خونم خراب دیگه نمیتونی اصلا. خب الان دیگه بریم اون چوبارم بذاریم برای چونش خراب کرد. اون چوباشو با خودت برای چی بردی؟ برای چی بود اصلا؟ این چوب بکن، 2 تا فقط میخوام. خب اسلش شاپ بریم یکم چوب پلنک بخریم. بزن ما از اینا میخوایم 32 تا کشکم میکنیم. الان 64 تا گرفتیم. اوکی الان اگه دوباره کم آوردیم پول داریم، که 500 تا پول داریم. خب من دیواراشو بچینم. خب اینم از خونمون و تمام. دوباره ولفنایت اینجا چی کار میکنه؟ برام و خب در بسازیم بذاریم برای خونمون. اول بذار درشو ببندم، بریم وسیله‌های ترپمون رو بخریم. اوکی ردستون ها رو اول میزنیم. یه استیک پستون 2 تا میخوایم و یه لور بعدش میخوایم. یه لور. اوکی اول بذارین من ردستونشو بگیرم، یه 10 تایی بگیریم. خوبه دیگه. اوکی خب بریم برای لور. یه لور میخوایم، یعنی همون دکمه دیگه. یه دکمه میخریم و تمام دیگه. وسیله‌اش همه رو داریم، ببریم طرفشو بسازیم. اوکی خب اینجا رو میکنیم که استیک پستونا رو بذاریم. چقدر سری داریم ولی داریم پیش میریم. پشتش هم میشنیم که ردستونا رو بذاریم. اینم از طرفمون، اینم از یه نمای کلی از طرف ما و هر وقت اومد دیگه طرفش میکنیم. بریم به ولفنایت بگیم که بیا. خب بریم اینجا بیا دنبالم. ولفنایت بیا دنبالم. اوکی خیلی استرس دارم.